در آتشم عاشق نمیشوی که ببین امی یک تنز برون که دست خفه نمیشی امی پف از بابه کس اگه مانده بگوی پف کو بدر بی چند دقیقه با دروازه رو باز میکنیم شمال میبریم در وصل هم زش به تو ای گل در آتشم عاشق نمیشوی که ببینی چی میکشم در وصل هم زشق تو ای گل در آتشم باور مکن که تنه طوفان روزگار طوفان روزگار دیگه چون وقت بسیار مقبول بسیار مقبول اصلا جان تشکر سلامت باشید بسیار مقبول درود و سلام تقدیم تک تک وطندارای مهربان سپاس که بیننده چینل ارسلان میدیا هستی که البته امروز در کنار احسان جان سنگر هستیم که چند وقت شده فکر کنم که باز مشکلی که رخ داده و چینلش خودش یادآور میشه که چرا مواد ننداخته چرا قدر دم شده دم نشده خدا نکنه یک ذره بینندهش کم شده خداوند مشکل شرف بسازه. سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور صحتمند سر حال لباس عافیت برتن داشته باشین، هر جای دنیا که هستین خوش آرام سرفراز سربلند باشین. چینل لالای ما را باز هم سابسکرایب کنین، زنگوله را فشار بدین، شیر کنین. تشکر جناب لیاقت صاحب و سروری صاحب بزرگوار. ما هم بنابه خود سلام خود را خدمت تمام بیننده های عزیز تقدیم می‌دارم. خدا کنه که در هر سر دنیا هستین جور و صحتمند باشید. بیننده های عزیز، در واقع شما در جریان هستین که بعضی مواد در چینل ما نمیندازیم. شاید یک تعداد فکر کرده باشه که چینل ما دیگه برنامه نداره. نه خیر و مشکلات نیست. ان شاء الله به زودی با یک ویژه برنامه البته جدید کاغذ پیش که سپرایز میبانیم برای همتان. سپرایز میبانیم بله. دیگه از تمام بیننده های عزیز که در داخل و بین از کشور چینل ما را بیننده هستند آرزو میکنم که چینل ما را سابسکرایب کنن، لایک کنن و همچنان کامنت خود ما شدید بسازن. چیز کنن زنگوله را فشار. زنگوله را هم باید فشار بدن. جان دیدار از پشت کامرا مصروف است. سلام من تقدیم میکنم به تک تکتان. ما خوشخبری براتون بدم که این جانب پروفشنال فیسبوک آغاز کرده جور کرده، پروفشنال اینستاگرام، پروفشنال تیک تاک، پروفشنال یوتیوب که هم قریب در سر تا سر جهان تصویران تیپ میشه و لایک و کامنت و سابسکرایب شما به حد و به اندازه زیاد میشه. فکر میکنیم که برنامه ما میلیونی میشه. شکر خدا را شکر هزار بار. ما خوش میشیم. خوش شوی نه؟ ما خوش باید که ما احسان جان که چینل یوتیوبش میلیونی شو ما خوش هستم. از تک تک دوستای ما که در سوشال میدیا هستن زحمت میکشن و برنامه تهیه میکنن برای شما تقدیم میکنن. شما باز کارشان دست کم نگیره، برایشان سابسکرایب کنی، لایک کنی، کامنت کنی که بتانه تشویق شون از او که خوب و خوبتر برای شما هدیه تقدیم کنن. تشکر. زنده باشید. آخرتون خلاص شد. تو بگو کنال امی یک تنز برون که دست خفه نمیشی امی پف از بابه کس اگه مانده بگوی پف کو بدر بی چند دقیقه با دروازه رو باز میکنیم شمال میبریم بیادر تو بلتونه باش که احسان جان دلخوشی بده که دلش انداخته بگه نه احسان جان چینل میگه چرا بینندهش کرده خودش مصروف است، مصروف کارهای رسانه‌ای تصویریش هست. خب تا او دید توانش هست که بتونه برنامه تقدیم کنه من تو تناس بیچاره خودش اگر در کنارش ما باشه ما هستیم در کنارش زحمت میکشه همکاری ما کمک ما هست برش خودش چیزای تقدیم هموطن‌دارای ما کنه که از او پسند و پیام مثبت بگیرن. انشالله که من بعد کوشش میکنه که همون وعده که پیشتر همراه دوستای خود داد برنامه خود جور میکنه با تایمش با وقتش بیننده چینل دوست ما باشه.
بله اگر چستان بگویم براتون خب نخواد پیدا کرده بتانی. خب ما یک جمله را میگم تست 3 بار تو بگو 3 بار سنگر صاحب چطور است؟ دوغ گازدار گاز دوغدار، دوغ گازدار گاز دوغدار. 3 دفعه تو بگو 2 دفعه ای. اول تو بگو. چی؟ دوغ گازدار گاز دوغدار، گوز داغدار گاز. دوست عزیز من نمیگم. میفهمین چرا نمیگم؟ مسئله چیستان اگه شو باز من در تصویر. خب بگو بیا خیر. ما باز در تصویر. به خاطر از این اگر من زمان نمیگم. چیستان تا بگو ما میگیم چی؟ ما سوال میپرسم جواب داده نتونی باز من جریمه میکنم. صحیح است. جریمه چی است؟ جریمه رو من یاد بگو گفتم. جریمه چی است؟ چیز زیاد نیست. 5 نفر هستیم 5 دانه انرژی ازت میگیریم. خوبش بیا. گوشتیش چیست؟ قطع آدم هستی کل دنیا مشناسید 5 دلار انرژی چیست؟ ویشک جوابش بده. جوابش دادیم 5 تا جوابش خود دادم نکنه. ما بردم انرژی میگیریم. صحیح بیا است. بیا. دور دوست عزیز چیستانا را خیال داریم. باش همین جواب که لیاقت صاحب داد که ما چون دوغ فلانی بستانی خودش جواب دادن نتونست ما هم نمیتونیم. خو یک بار شما بگه ما انسان او در برو که 5 سلام تقدیم تو رامش جان. سلام خدمت تمام بینندگان عزیز، بینندگان ارسلان میدیا. دیگه جناب لیاقت صاحب گفتن که چیستان ما از اینا یک سوال میپرسیم اینا جواب درست دارن برشان 5 دانه انرژی میخریم بر همگی. اما اگر جواب دادن نتونست در دم تصویر میبریمش سرش 5 دانه انرژی میخریم. امی حال امی لحظه یا 5 دانه انرژی بخره یا 5 دانه انرژی میخرم براش. تو بگو اول بگو. نه من پشت کامرا بودم اول ما درخواست کردم جواب گپ من که خلاص شد باز جواب شما رو میدم. گفتی بیا. خیلی من یک حرف دارم. اگر جوابش دقیق بود برای ما بخیر، اگر نبود 50-50 نه گپش نه ماف نمیکنیم. گپش چیست اگر من جواب داره نتونستم باز ما میخرم. چستان مرا آه صحیح برو بگو. درست است. جناب لیاقت صاحب بله. فرض میکنیم شما هستین یک دریور از چارقلای وزیرآباد موترتان میره فراری آب. بله در چارقلای وزیرآباد در موتر شما 5 نفر بالا میشه. بله 3 نفر پیش سر 2 نفر در شارنو 3 نفر اشتا میشه. در دان ولایت 2 نفر دیگه پس در موترتان بالا میشه. در فراری او تمام نفرایی که بالا شده از موترتان تا میشه. بله سن دریور چند سال است؟ باید تایم سرش حساب کنیم. سند سال دلیور چند است؟ بله. در چارقلا 5 نفر در موترتان بالا میشه. در شارنو 3 نفر تا میشه. در جاده ولایت 2 نفر دیگه بالا میشه. در فراری آب تمام سوریات تا میشه. خب سوال مکمل نگرفتم، یعنی که راجع به سر دلیور که سند سالش چند بزرگ سال؟ است یا چند سال سن داره دقیق باید گفته شود. از دلیور؟ بله. یا دفعه دیگه تکرار کنی. ما باز نمیگم. فرض میکنیم شما یک دریور هستید. در چارقلا در موتر شما 5 نفر بالا میشه. در شارنو 3 نفر پایان میشه. در جاده ولایت 2 نفر دیگه در موتر بالا میشه. در فراری او تمام سواریا پایان میشه. سن دریور چند سال است؟ در دقیق بگویم از 40 بالا باشه یا پایین؟ دقیق سن دریور چند سال است؟ خب دقیق یا دقیق بزرگی یک سال باید کم زیاد گفته نشه. دقیق 50. به چی دلیل؟ به دلیل از اینکه تجربه زیاد داره در دلیوری. 2 نفر اوجا تا کرد، 2 نفر دیگر رو بالا کرد، باز برد در فراری و مکمل کسایی که تا میشه تایشه که اگر دیگر دلیورا باشه جنجال میکنه و مطمئن هستین 50 سال است؟ 50 سال 49 سال نیست؟ نه 51 سال هم نیست؟ نه. لطف کنین تذکریتان بدین ما. تذکره من رو چیکار داری؟ تذکریتان بدین ما. سن شما چند سال است؟ از من 52. 52. 2 سال اشتباه گفتین. ما گفتم که فرض میکنیم شما یک دریور هستین. جواب درست دادن نتونستین میریم انرژی خریدن. خودت نگفت من نگردی دست ما گرفتیم. صحیح گفتیم من 50 هستم. 2 سال دیگه که در تذکره میریم انرژی خریدن. دوستان عزیز میریم انرژی خریدن. لیاقت صاحب بر ما انرژی میخره. فرض که شما گفتم خلاص فهمیدی. ها گفتم 50. فرض که شما نی خودت. مرا تذکره تکو اگر مردی تذکره سنوی سعی کردم سنومت یک چیز کرد. خب نیمه جواب من گفتم نیمه سوال از یام باختی به جواب باختین.
یخ خب من یک چستان میگم. شما چیستان بگوین اگر جواب سوال دادن نتونستم یا داره تونستم باز یک چیستان دوام ازتون میپرسم. خب صحیح است. درست است احسان جان، آن چیز که خداوند در دنیا نیافرید. نه نه صحیح است. یک بخدگه دو تا انرژی شد اینجا، در آن انرژی ندارم بدر 5 تا انرژی بود، در آن انرژی شد لیاقت صاحب. خب صحیح است. یک تفلک مدر میزنه دلیور که تا میشه ایره که سرک میبرداره میگه وای خدای بچه مست ما سخت اشتباه کردیم که تیز راندم بوداره ایره که دموتر میبره شفاخانه سر چپرکت مندازه دکتر که میوار خطا میشه میگه وای خدا بچه بس بچه کدامش است بچه اردوش است، دکتر مادرش است، دریور پدرش است. صحیح سید تو انرژی این 15 تا انرژی. دوستای عزیز یادش به نظر من لیاقت صاحب گرو میشه به نظر شخصی من از مرا خب باز دوستم است که در برنامه هم رایم است ما مجبور هستم که دیگه به خود تاوان بدم نه اما خوب است که از این 5 تا دیگه شما میگذاریم با پاس رفاقت اما تانه صاحب همین 5 دانش از 100% بیاره که دوستای عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم با 5 دانه انرژی پس با شما میاییم نه مثلا 15 تا انرژی شده بود. میبخشیم خداحافظی کو خداحافظی کنیم نه خداحافظی نمیکنیم، انرژی ها رو میخوریم. خداحافظی کو دوستای عزیز نه همونجا که یک وقفه کوتاه میگیریم با 5 تا انرژی خداحافظی میکنیم که مزهش بیشتر و بیشتر است منتظر انرژی باشه. بای بای